اینه که میبینید وضعیت زین ماست. با من همراه باشید تا آموزش اصولی و کامل روکش کشیدن زین واسهتون بذارم. بزنید بریم. خب دوستان، ابتدا این دوتا پیچای کمربندی رو باز میکنیم. اگه کمربندیتون خراب بود یه دونه نو بگیرید، اگه سالم بود که هیچی، واسه روکش زین بعدی استفاده کنید. خب این از این. حالا بریم سراغ این زه های دور زین. خب دوستان ببینید، زه ها یه سری پرچایی دارن. این پرچا رو شما ببینید اینجوری باید با یه سیمچین ببرید به این صورت. این هم از زه. اون وری هم همونجوری بازش میکنیم. خب دوستان، بعد اینکه ببینید شما این زه ها رو باز کردید، کمربند رو باز کردید، یه دونه از این چسبای واسه مبل سازی و اینا، این چسبه رو شما همینجوری میزنید روی زین. اینجوری سر تا سر میزنید روی زین. البته این زیاد زین خوبی نبود چون ابراش یه خورده مشکل داشت. حالا ما یه چاره ای نداشتیم، رو همین آموزش گذاشتیم. اینا همینجوری همه جاشو چسبمالی میکنید. 1 دقیقه زمان میدید چسب خوش میشه، بعد روکش زین رو میکشید روش. سوراخش هم دیگه سوراخه دیگه، اون حالا یه چیزی میذاریم روش، اسفنجی چیزی پیدا میکنیم میذاریم روش. حالا بریم سراغ روکش کشیدن. این آقای شرکت ماراتون روکش زینش نوشته 900 گرم، ولی ما کشیدیم شد 280 گرم، 300 گرم همون. این روکش زین رو برعکس میکنیم. این همینجور روی زین قرار میدیم، از ابتدا تا انتها قرار میدیم به این صورت و آروم این بغلا رو هی تا میکنیم به سمت پایین. ببینید به این صورت. به این صورت تا میکنیم به سمت پایین. دیگه از بغل همه جا رو اینجور کشیدید، ترنگش کردید. این قسمت نخش کو بیا. نخش کجاست؟ نخش توشه ولی کجاشه؟ بیا. اینا نخش این بغل. این نخش رو شما میکشید اینجوری، ببین از بغلا همه جا جمع میشه. اینجوری نخش از دو طرف میکشید، همینجوری که نگه داشتید از بغل اینجوری جمعش میکنید تا قشنگ کشیده شه. بعد یه نفر انگشتش رو میذارید اینجا و شما گره نهایی رو میزنید. خب دوستان، بعد اینکه شما این قشنگ محکم کشیدید، اینجور قشنگ ترین شد، بذارید یا چسبش خوش شه که بهتره، اگه نذاشتیدم دیگه نذاشت. ببینید این قسمت سوراخایی که واسه این پرچ زه، اینا رو آروم با یه چیزی سوزنی چیزی صاف اینجوری میزنید سوراخش میکنید. یکیش. حالا بریم سراغ زه ها. خوب توجه کنید ببینید اینا پینای زه که اینجوری میره داخل، 3 تاش هم اینجوری رد میکنید داخل. وقتی که رد کردید به این صورت میید زه و سر جاش میزنید. ببینید هر قسمت که با اون سوراخ کردید خیلی آروم این زه و فشار میدید میره داخل. این یکیش. اینم دومی. یه ذره خمش میکنید. این الان زه و تنظیمش میکنید. تنظیمش کردید، اولین زه و پینش رو از دو طرف محکم فشار میدید به سمت جلو، خم میکنید این پینا رو به سمت بغل. ببینید به این صورت توسطش رو به این صورت. و پین دومی هم همین جوری. و پین آخری، پین آخر رو رد میکنیم. خیلی اومد جلو، ضربه میزنیم میره عقب.
و پین آخرم پرچشو صفر میکنید. اینم از پرچ آخر، اینم از زهمون. زه این وری هم همون جوری جا میزنید. خب حالا نوبت بستن کمربنده. این هم همونجا سوراخاشو میزنیم، همونجا سوراخای قبلی رو جاشو سوراخ میکنیم. خب زه و جا میزنیم، پیچ قبلی رو باز میکنیم، پیچ جدید رو قالم میندازم. به این صورت. این هم از این پیچشم به این صورت میبندیم. دو طرف پیچشم سفتش میکنید. خب دوستان، اینم از پایان کارمون. میبینید که زین کامل مثل روز اولش شده. با هزینه 150 تومن خیلی راحت میتونید زینتون اینجوری روکش بکشید و نوعش کنید. حالا یه سری میتونن چسب بزنن، یه سری هم نمیتونن بزنن. حتما هم روکش زین درجه 1 انتخاب کنید، از این آشغالا نکشید که دوباره کاری بشه. لایک و فالو، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دمتون گرم. خداحافظ.